و قوله تعالی و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. پروردگار تو سفارش داد و ام فرمود که جز او یگان کس و یگان چیز عبادت نکنید و نیز فرمود که به نسبت والدین احسان بکنید. و شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی حدیث را تحت این آیت ذکر میکند. فعن ابي بكر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أخرجه البخاري برقم كذا ومسلم برقم كذا. نعم. روایت میکنه از ابو بکرته رضی الله عنه گفت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود آیا من شما را خبر ندهم نسبت بزرگترین گناههای کبیره از همه گناههای کبیره را به شما خبر دهم؟ گفت 3 مراتب بگو. سامعین یعنی این شنیدگی ها گفتن که بله بگو ای رسول الله کدام چیز است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که از همه بزرگترین گناههای کبیره این به الله شریک آوردن است و نافرمانی والدین است. همین گپ گفت نشست و کان متکئا و یک پهلو بود و کج پهلو کردگی بود. جلسه شست فقال الا وقول زور و آگاه باشد. گفت که آگاه باشد و دروغ گفتن. قول زور یعنی گپ دروغ زدن. اینم یعنی که گناه کبیره گفته برخیست. فما زال یکرر همین کلمه را تکرار به تکرار گفتن گپی دروغ زدن تا اون اندازه را تکرارش کرد که ما گفتیم که کاش که خب کند لیته سکت کاش که خب کند یعنی ما یعنی که تمنا کردیم که کاش که بس کند. این حدیث بخاری با رقم 2654 و مسلم با رقم 87 ذکر کردن در کتاب صحیحشون. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم